مثال حق بفرمایید. سلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله. بیننده محترم لطف کنید خودتون رو معرفی کنید. خدا قوت میگم آقای عباسی، واقعا از زحماتتون تشکر میکنم. خواهش میکنم. واقعا روشنگری میدین. ما خودمون اهل سنتیم. ما هم از روی ناآگاهی یه سری زیارتگاه ها میرفتیم، از روی ناآگاهی، نه که عمدن. ما هم نمیدونستیم. بعضی از ما هم بدتر از اهل تشیع بودیم. ولی روشنگری های شما، صحبت های عقلانی شما، قرآنی شما ما را روشن کرده. واقعا تشکر میکنم از زحماتتون. واقعا زحمت میکشید. خدا به شما سلامتی بده. سلامت باشید. آقای عباسی، اینا هم که توهین میکنن از روی ناآگاهی فرهنگشون جا افتاده. یه چیزی به خدمت شما عرض کنم، اینا که بچه هاشون شما بیشتر از این انتظار نداشته باشین از این برادر. بعضی از برادران شیعه، البته همشون اینجوری نیستن، خیلی ها هستن با ادب، با شخصیت، مؤدب، با سواد. اینا بچه هاشونو که وقتی از بچگی 3 سالگی میبرن عزاداری، به اینا یاد میدن که شمشیر بزنین با خودتون، قمه بزنین با خودتون، زنجیر بزنین. ببینین شما فکر کنین اینا بزرگ شدن چی میخوان بشن؟ برادر من متاسفانه. پس اینا اگر بدونن که بچه های 3 ساله را با این آموزش های زشت و بی فرهنگ تربیت نکنن، اینا هیچ موقع بزرگ شدن بی ادب نمیشن. همین آقای دانشمند، همین اون شبکه ها که مخالف اهل سنت هستن، به مقدساتشون توهین میکنن، اینا همونا هستن. از بچگی اینجوری بار اومدن، فرهنگشون تربیت دادن به اینا. شما فکر میکنه یه آدم باسواد، روشنفکر، با شخصیت توهین میکنه به مقدسات دیگران، اون انسانیتش چی میشه؟ وجدان انسانیشون چی میشه؟ آقای عباسی، اینا رو باید شما روشنگری کنید، برنامه بذارین، اینا رو یه خورده از فرهنگ صحبت کنین، ادب یاد بدین. الان همین بچه من گوش میکردم آقای عباسی، شما متوجه نشدین، یه حرف خیلی زشت داشت که زشت، خیلی معذرت خواهم، اصلا ضد اخلاق بود، ضد شبکه بود، زشت بود. این بچه که خودش نمیدونست آقای عباسی، اینا یه نفر بزرگتر داره اونجا یاد میده. بله دقیقاً. شما ببینین بچه که هیچی بلد نبود، یه بچه فرشته پاک، اصلا خیلی معذرت میخوام، اون کلمه‌های رکیکی که آورد خودش اطلاع نداشت که چیه اصلا، این معنی چیه. اینا یه نفر آدم بی‌ادب، حالا پدر مادرشه، کیشه، پیشش، اینا یاد میده که اینجوری بگو. وای به حال این بچه که بزرگ شد چی میخواد بشه. واقعا اینا هم تاثیر میذاره تو فرهنگ ایران. بالاخره فرهنگ دیگه، میگن ترکا یه مثل میگن اسب و پیش اسب ببندی هم رنگ نشه هم خوی میشه. بعضی هم خب این فرهنگ میبینن، خب آدمایی که واقعا چجوری بگم بی شخصیت ها اینا رو یاد میگیرن. من از شما خواهش میکنم برنامه بذارین آقای عباسی درباره فرهنگ اینا رو ببرین بالا، اخلاق اینا رو ببرین بالا، نصیحتش کنین با زبان. اینا بعضی از روی ناگاهی، بعضی ها فقط تعصب دارن، متاسفانه اصلا اسمشون مسلمانه، هیچ بوی از انسانیت و مسلمانی نبردن، اما تعصب دارن. بله متاسفانه. همین دستون بر نکنه. تشکر میکنیم از اینکه روشنگری میدین، از اینکه فکر ما رو باز میکنین، با اسلام آشنا میکنین. من خودم ترکم آقای عباسی. بله. خب شهرهای اردبیل نمیدونم اطلاع دارین یا نه؟ بله کاملا. شهرهاش، روستاها، کلا آذربایجان بعضی جاها از دست این صفوی ملعون همینجوری در امان موندن. بله. خیلی هم تعصب دارن، دینشون رو به پول نمیبازن. میتونستن خب تو این شهرها که خودتون میدونیم بعضی تندرو هست، از دست اونا به پول پناه بیارن، به قوم صفوی پناه بیارن، ولی خوشبختانه همینجوری موندن. الحمدلله. نفروختن به پول. الله ثابت قدمتون بداره. زنده باشین. خیلی ممنون. خیلی هم تعصب دارن اتفاقا به دین اسلام. بعد من خودم یادم میاد الان 50 سالمه آقای عباسی. بچه که چجوری بگم نوجوان بودیم، زیارتگاه هایی داریم که اینا دست ماست. الان یادم میفته میگم اینا
تاریخشو میخونیم یا زبان به زبان میچرخه تاریخشو نگاه میکنم میبینم اینا از دست اصلا صفوی‌ها فرار کردن، بعد پناه آوردن تو این شهرها روستاها، حالا فوت کرده از دنیا، شهید کرده اینا از دنیا رفتن، برداشتن اینا زیارتگاه درست کردن. زیارتگاه ها اتفاقا بله متاسفانه تماس خواهر گرامیمون از ایران قطع شد. من تشکر میکنم از شما خواهر گرامی و اظهار لطفتون و همچنین روشنگری هاتون نسبت به جامعه ایران و جهل و نادانی ها و تعصب هایی که در بین بعضی از افراد هست. بالاخره ما هم سعی خودمون رو میکنیم، از الله متعال آرزومندیم که با این توفیق رو بده. ما همیشه سعی میکنیم که اونها رو به مطالعه، به خوندن، به ادب، به فرهنگ، به علم و دانش دعوت بکنیم. چیز دیگری در دست ما نیست. سپاسگزار از شما خواهر گرامی.